دینورا و تیمور قلیبویف دختر و داماد پرزیدنت سابق قزاقستان نورسلطان نظربایف در یک سال ثروت خود را به مبلغ 2 میلیارد دلار دیگر افزایش دادند. مجله آمریکایی فوربس حجم دارایی‌های قلیبویف را 7.6 میلیارد دلار برآورد کرد و آنها را در بین 2668 میلیاردر دنیا مقام 778 گذاشته است. دینورای 54 ساله و شوهر 55 ساله او تیمور قلیبویف مالکان شرکت المک می باشند که خلیق بانک بزرگترین بانک تجارتی قزاقستان به آن تعلق دارد. این خانواده همچنین مالک شرکت‌هایی است که مرکزهای بزرگ تجارتی و فراغتی را در شهرهای بزرگ قزاقستان در دست دارد. فرودگاه الماتا نیز از قلیبویف بود ولی او آن را سال گذشته به یک هلدینگ ترکی فروخت. رسانه‌ها نوشتند که مبلغ این قرارداد 365 میلیون دلار تشکیل داده است. بعد اعتراضهای خونین ماه ینور در قزاقستان که دست کم 238 کشته به جا گذاشت، دارایی‌های قلیبویف اساساً از حساب پایان رفتن نرخ سهمیه‌های خلقین بانک بیش از 1 میلیارد دلار کم شد و تا حد 6.2 میلیارد دلار فرآمد، ولی آنها توانستند که خیلی زود دارایی‌های خود را برقرار و حتی افزون کنند. در پی اعتراضهای ماه ینور که آن را بسیاری از ناظران همچون مبارزه برای قدرت و قلمرو نفوذ بین اطرافیان نظربایف و آدمان پرزیدنت کنونی قاسم جماعت توقیف مانیداد میکنند، باعث کاهش به شدت نفوذ تا سال جاری به حدود کلان نظربایف شد. از جمله عرصه داماد نورسلطان نظربایف را از مقامهایشان برکنار کردند و تیمور قلیبویف داماد از همه ثروتمند و پرنفوذ نظربایف نیز از مقام رهبر پالاتای ملی صاحبکاران قزاقستان استعفا داد، ولی او مقام رهبر اتحادیه کارخانه‌های ساحه انرژتیکی قزاقستان کاز انرژی باقی ماند. قلیبویف و همسرش طوری به نظر میرسد موقعهایشان در عرصه بیزنس قزاقستان را نیز تا حال حفظ کردند. اخیرا خبرنگاران آلمانی باشند مال و ملک قلیبویف را به مبلغ 100 میلیون یورو در آلمان پیدا کردند. این خانواده همین طور در چندین کشور دیگر اروپا نیز مال و ملک زیاد خریده است. در عموم بر روی خط فوربس 5 میلیاردر از قزاقستان را یافتند. جمع دارایی‌های میلیاردرهای قزاق 21.7 میلیارد دلار بوده است. از کشورهای دیگر آسیای مرکزی کسی بر روی خط فوربس راه نیافته است. علیشیر عثمانوف و اسکندر محمودوف 2 میلیاردر مشهور زاده ازبکستانند، ولی از بس که تجارت آنها اساساً به روسیه ربط دارد، آنها همچون میلیاردرهای روس میگذرند.